بعد ما گفتیم که از فلسطین دیده ما خار هستیم. گفتم ما خدا ما همه ما قریب دیوس شدیم. زنهای تاجیکستان یه بار دیده بروی چند فایزش خیانت کرد به شوهرش. دخترها نرکمن است. ما ذلیل هستیم، در برابر کفر به زانو شتگی هستیم. مردمی فلسطین مردمی عزیز هست، در مقابل کفر تن نداد. ما حالت ما خرابتر است از حالت فلسطین. بعد اویغور هم گفتیم حالت اویغور از حالت فلسطین خراب است. حالت بیرمه هم. فلسطین عزیز است، سرخم نکرد به کفر، اما تاجیک سرخم کرد. ما باید این باطلاقی که امروز مردم غوطیده است اینو براریم. باید فهمیدید؟ خوشا به حال مردم فلسطین. به مردم فلسطین رحم نکنید، به خودتان رحم کنید. مردم فلسطین در عزت هستند، شما در ذلت هستید. شما به خودتان رحم کنید. اونا فلسطینی ها به ما رحم کنند. ما ذلیل هستیم، ما خار هستیم. فلسطینی ها عزیز هستند، به تفنگ و به سلاح در برابر کفر عالمی جنگ دارند. خوشا به حالشان. ما به هر گپی کفر خوب شده است. هر یک کافر شما بزرگ است گفته گشتیم.